شمایی که دارید از حقوق بشر دفاع میکنید، شمایی که دارید از با تروریسم و خشونت مبارزه میکنید، چرا این همه کودک در اسرائیل کشته شد؟ چرا قشون کشی نکردید؟ چرا این همه زن در طی این 1 سال کشته شد؟ شما قشون کشی نکردید. لشکرهای ناتوی شما که به عراق آمد، لشکرهای ناتوی شما که به افغانستان آمد، لشکرهای ناتوی شما که سوریه رو تل خاکی کرد، چرا به اسرائیل نمیره؟ این همه خبر پخش کردید از تروریست و از خشونت و افراطیگری تو این کشورها، چرا اینجا بایکوت خبریه؟ چرا اینجا سکوت مرگبار رسانه‌ایه؟ چرا اینجا جنایت‌های جنگی و نسل کشی‌ها و پاکسازی قومی یهود به دنیا معرفی نمیشه؟ چون رسانه دستشونه.